ساعت دکتر است که ساعت تو پادنالا که بالون ما خاطر اینجوری لگاندنو کردیم ما خاطر بی غیرت میرسیم دو قطعه موندیم چیه یک صحبتی 4-6 تا زن افغان از امریکا از استرالیا در یک جای این می دکتر سارا آمد دلای فضا یک قسم می دکترها بیا بکرد که تو پدنت ما زنت چطور حقوق زن ما را تو بایر می تو دوسته یک چیز گفت گریخت لایف همین دکتر تاکس نشون دادی حالا با زرا گریخت من دیگه چیز گفتنی ندارم ای و مریم شویش که می آمد سگ وری را بالام نبید پایین که بلاکش کو می عکس مریم کسی داره باش خودم دارم دلیت کرده برام عکس همی کمپیره که دارین در تلگرام ما دارم منتها درایو میکنم چند خبات بر روی کنم صحیح در تلگرام روام که باز ما همه قمیش را سو که مکویان همسایه زک کوزات شان بودی خر یک همسایه شان برای مکسه کرد گفتم از این چیز نداری ثبوت گفت نه همه خجوم عکسم ده کل از این عکسش در پیش من عکس حقیقت جور چیز داره خجوم فقط بسار بروی ما که در زیر سیاسرها خورای ما نباشه یک خجوم مردگه وارث یکی اومد دیگهش هست خب من پایین توهین نکنی بلاکت میکنم خودش بگو اسلام علیکم توهین نمیکنم من بلا تا کیره مصفاد اگر مرا قارا میش سرم تا کی لایری مرکز مردگه او تو گپ میزنی بیناموس دلش بود که توهین کنه پایینش انداختم واسه تو نکره ای سر ریش تو نکره که مردگه او صحبت کنی چی هست تو کنه جی گپ میزنی بدن مردگه اوش نگه برادر چون مردگه اینا عصب خراب نمیشه اینها را میفهمی چرا توهین کو چون زنشان ملحد است خب زن ازیم کافر است به خاطر که فعلا اینها با مسلمانی که با ازدواج کرد طلاق گرفت از جدا شده پس زن مسلمان نداره یادت باشه زمانی که میگم زنش کافر است این انسان با کافرها زندگی میکنه یا با مسلمان نه و او زنی که ایره کافر نمیدانه خودش کافر میشه ایره بدانید کسی که شوهرش کافر میشه طلاقشان صورت میگیره اگر هنوزم با او بود و ایره مسلمان دانست خودش کافر است یک سوال از تو یاد گرفته بودم یک گپ را ما از اون کلانش که جات به نامش یادم میره او که جات گپ میزنه استاد خودم میگیره ایره گفتم که دمی خانه رفتی زنت که 3 تا سیاپوز بود تو چی میکنی سبا دیگه سباش دلایف دیدم که این سوال از مسلمان ها میکرد مسلمان را گفت من گفتم سرش میزنم گفتم غیرت مت میگه و این سوال رو بند کرده خود از مسلمان ها میکنه ما پایین رفتم استاد قرم خداحافظ ببخشید دیگه بالا نمیدیگه بیا خانم شوله بالا بیا سوال دارم ولایت ککاوی تلخ هم هست خوب هم ککاوی تلخ مزه میده که باز اینا را گپ بزنی کابلی مرتد چی درسته؟ استاد گپ زدم همین بیبی مریم دمی لایف گروش مرا خب بلا کرد یک بالاش رو مدین روز بسیار یک 2 روز پیش روز یک شنبه بسیار لایف رفته بود گپ مخ رفتم گفتم اول گفتم یک سوال ازت نه افغان دوا صحبت میکنی یا نه گفتم تو بسیار کفیف احساسی بقیه برای بلاک کرد بگرد گال خوب شده چی ما و همیشه این بی مریم که دمی لایفا میداره خوش میشه مرا بالا کردی که مزی خانمک در مورد دینش پرسان کنم خدا 21 سالان میگیره خونال بیانه در اینجا بیا هم سه سوالات جواب بدیم ابو هریره بچهش یک چیز پرسان داشتم حال از این که مثلا یکی دیگر شما با زد بازی با توهین دیگه پیش بینین چرا میره با خوبی نمیتونین با یکی دیگه بشینین بین چون تو دلایف از و اون دلایف شما بگین بین برش سند چیز کنین چرا این کارو پیش نمیبرین از اینکه مثلا اخ خشونت در بینتان است چی فایده میکنه به نظر خودت یک جواب سوال دادم بفرما خوب است تصویره که طالب میبینم چه خوب اشتاق داری چه قواچه استرام دارم تصویرت استرام
تا آخر ببین. مگر در لایوتس پرسان که اگه همینا برن مادرشان ببینن که 10 نفر سر صف سرشان میخوان نوبتی داخل شون خارج شون چه عکس العملی نشان میدن که میزنن یا میکشن یا مثل من بی‌غیرت هستن میگن دلش. خب همین آدم دا مادرش سوال کنه که 10 نفر بالا شو چه کار میکنی؟ گفت چیزی نمیکنم. گفت بی غیرت هستم. به نظر تو می آدم بی غیرت است یا با غیرت؟ از من سوال میکنی ابو هریره؟ یک چیز پرسانت کنم من دمی از تو سوال میکنم. باش زنگ امی سوال دمی با مورد امی سوالت میخوایم گپ بزنم. فکر کنم این آدم مثلا با غیرت است یا بی غیرت؟ به نظر خودت چی کنه؟ جواب سوال مثلا با غیرت است یا بی غیرت؟ نه امورم نه خب باش برات میگم آدم چی کنه با مثلا؟ غیرت است یا بی غیرت؟ از این دیگه جای نمیری. بله نخیر که پیش بریم. والا او را از خودش پرسان کن من چه میفهم دیگه. آقای بهلول، همی آدم بی غیرت